سلام. امروز میخوام بخش عبارت‌های جبری رو توی این ویدیو به شکل کامل تدریس بکنم به اضافه تجزیه عبارت‌های جبری. ممنون میشم تا آخر ویدیو همراه من باشید. امیدوارم که نکاتی که میگم در این ویدیو بتونه کمک کننده باشه برای هم ریویو، هم اگر هم کسی مشکلی داره بتونه مشکلش رو توی این ویدیو جوابهاش رو پیدا کنه. در واقع تدریس دوباره باشه، شاید هم حالا حل اشکالات باشه. خب اول اصلا بیایم در مورد عبارات جبری صحبت بکنیم. عبارت‌های جبری معمولاً با حروف لاتین مشخص میشن. حروف لاتین رو من اینجا اسمشون رو ما بهشون میگیم متغیرها. در واقع توی عبارت‌های جبری ما هم یک مفهومی با یک مفهومی روبرو هستیم به اسم مفهوم متغیرها. حالا چرا میگیم متغیرها؟ به این حروفی که میبینیم Z, Y, A یا X میگن متغیر. چرا؟ چون اینها به جای عدد نشستن. یعنی چی؟ یعنی من دیگه از عددها به شکل مستقیم استفاده نمی کنم، این رو به جای عدد میذارم. خب ما هم یکی دوتا که عدد که نداریم، بی نهایت تا میتونیم عدد داشته باشیم. در نتیجه X میتونه هر کدوم از عددها رو در اختیار بگیره. به این خاطر X میتونه تغییر کنه. متغیر یعنی چیزی که تغییر میکنه. پس Y, A, Z, X اینا همشون به عنوان متغیر در نظر گرفته میشن. بهشون میگن متغیر. چرا؟ چون نماینده عددها هستن. نماینده عددها بودن یعنی چی؟ یعنی میتونن عددهای هر عددی میتونن باشن. هر عددی ما نمیدونیم. به این خاطر چون که میتونن تغییر بکنن بهشون میگن متغیر. خب اینها میتونن یک ضریب عددی داشته باشن. ضریب‌های عددی بسته به نیاز ما توی یک مثلا حل یک مسئله علمی تغییر میکنن. پس ما تو مسائل علمی برای چیزهایی که تغییر میکنند و ما نمیدونیم که میتونن در هر لحظه چه مقداری داشته باشن متغیر رو میگذاریم. اما ممکنه یه جاهایی با یک ضریبی تغییر بکنن، مثلا تو هر دقیقه 2 برابر دقیقه قبلیش بشه به فرض. حالا این چیزی که دارم میگم کاملا دقیق نیست، چون این چیزی که میگم اگه بخوام دقیق بنویسم این چیز دیگه در میاد. اما همین که 2 برابر میشه در هر لحظه، مثلا یک مقداری داره 2 برابر میشه، خب اون مقدار در هر لحظه رو من نمیدونم، داره تغییر میکنه، ولی میدونم که 2 برابر میشه. پس این 2 ثابته در تمامی لحظات. پس به عنوان ضریب عددی ازش استفاده میشن، یا همه اینها. پس به این عددها میگن ضریب عددی و X و Y و XZ اینا همشون بهشون میگن متغیر. حالا اینجا متغیر ما تکه، اینجا دوتا ضرب دوتا چیز در، ولی چیزی از خاصیت متغیر بودن کم نمیشه. حالا اگر ما این که در این حالت ما به این میگیم یک جمله جبری، دقت بکنید به این میگن یک جمله جبری. وقتی تک باشن، مثلا 2x 5y 10xz، به این میگن جمله جبری. یه سوال ممکنه پیش بیاد که بگه خانم الان این چیزی که نوشتی بین 2 و x چه ya Navidad. Mi regalo es que llegues aquí a mi lado, sea con invierno o en verano. Mi cora te está llamando para que recuerdes, tú eres mi presente y este 25 sepas que pasaremos la noche buena brindando bajo las estrellas por todo lo bueno y lo malo que nos ha de regalar este nuevo año. Las luces adornan la fiesta, ven, siéntate y prende las velas. Como esta no hay noche más bella, seguro que Santa nos traerá una sorpresa. Baila y bebe porque ya llegó la Navidad. Mira, los niños cantan fuerte. Vamos a dejar todo tiempo pasado que no supimos dónde y cuándo decirnos te amo. Hoy quisiera aprovechar esta natividad para tomarnos de las manos y sentirte
25 sepas que pasaremos la noche buena, brindando bajo las estrellas por todo lo bueno y lo malo que nos ha de regalar este nuevo año. Las luces adornan la fiesta, ven, siéntate y prende las velas. Como esta no hay noche más bella, seguro que Santa nos traerá una sorpresa. Baila y bebe porque ya llegó la Navidad. Mira, los niños cantan fuerte. Vamos a dejar todo tiempo pasado, que no supimos dónde y cuándo decirnos te amo. Hoy quisiera aprovechar esta natividad para tomarnos de las manos y sentirte muy juntito a mí. Ojalá que fuera 25 todo el año, sí. Llega ya la Navidad, se enciende, llega ya la Navidad, se enciende, llega ya la Navidad. مثلا اگر یک اسم خاصش احمدی باشه، این همون احمدی است و اینم احمدیه. پس جفتشون توی یک خانواده قرار دارن، ولی ممکنه منفی 3 دوم، حالا اسمش یه چیزه، این منفی 3 دوم یکی از اعضای خانواده است، دو یکی دیگه از اعضای خانواده است. مهم اسم فامیلیشونه که هر دوتا ABه، پس هر دوتا تو خانواده AB قرار میگیره. پس به اینا میگن متشابه، درسته؟ و نکته مهم اینه که در عبارت‌های جبری جمله‌های متشابه با همدیگه میتونن جمع و منها بشن. در مورد تقسیم و ضرب ما چنین محدودیتی نداریم، میتونیم تقسیم کنیم و بذاریم تقسیم باقی بمونه. حالا فعلا در مورد چیزی نمیگم، اما در مورد به اضافه و منها مهم هستش که تو یک خانواده باشه. مثل مهمونی رفتن میمونه، اعضای یک خانواده میتونن با هم مهمونی برن، میتونن با هم زندگی کنن، میتونن از خونه هم خارج بشن. پس ما اینجا همین حالت رو داریم. به فرض الان 2AB به اضافه، فکر میکنم آبی شاید احتمالا تو دوربین دیده نشه، با همون مشکی می نویسمش، 2AB به اضافه 3 تا YZ منهای 5AB به اضافه 3Z. میخوام ببینم این چه اتفاقی میفته وقتی که چنین سوالی، وقتی که ما با این یک چنین چیزی رو ممکنه تو سوالات به ما بدن، بگن ساده کنید. ساده کنید یعنی چی؟ ساده کنید تو ریاضی یعنی هر چیزی که میبینید رو به کمترین حداقل بنویسید دیگه. مثلا یه چیزی مثل این که به یک جمله، یک عبارتی هستش، یک عبارت جبری طویل هست رو به صورت یک عبارت جبری کوتاه بنویسیم. خب من بیام اول نگاه کنم ببینم اونایی که هم خانواده هستن، هم خانواده بودن کجا باید چک کنم؟ تو قسمت متغیرهاشون. یعنی بیام تو قسمت متغیرها نگاه کنم، ببینید این AB هستش، YZ اینجا AB، پس این دوتا الان توی یک خانواده هستن، پس میتونن با هم دیگه مهمونی برن. YZ این Z، پس این که Y نداره خانوادهش جداست، اینم یه خانواده جدا، پس این دوتایی که Z دارن با هم دیگه ربطی ندارن. پس ما الان فقط در مورد AB ها میتونیم حرف بزنیم. 2 تا AB دارم، این یکی 5 تا AB، منفی 5 تا AB. از بخش عددهای صحیح میدونیم که وقتی 2 تا عدد صحیح داریم علامت هاشون مخالف هم دیگه هست، کم میشه و علامت عدد بزرگتر رو میگیره. 2 تا AB منهای 5 تا AB، در واقع داریم این کار رو انجام میدیم. 2 تا AB منهای 5 تا AB، چیزی که میمونه میشه منهای 3 تا AB. و گفتیم بقیه هم اهل یک خانواده نیستن، پس همینجوری میاد تو این همسایگی میشینن. به اضافه 3Z به اضافه 3YZ به اضافه 3Z. این میشه ساده شده ی عبارت بالا که دیگه از این ساده تر نمیشه. خب یه بعداً در ادامه ما به یک جایی میرسیم به عنوان تجزیه که یه لول میتونم اینو ساده تر کنم، ولی در این مرحله فقط میدونم که میشه به این شکل نوشت. خب حالا بریم یکم جلوتر، میخوام یه گام بریم جلوتر در مورد
ضربشون صحبت کنیم. خاصیت توزیع پذیری. ببینید این تجزیه که دارم میگم در واقع اولین چیزیه که شما تو کلاس 8 دارید باهاش مواجه میشید. تو کلاس 7 فقط عبارت جبری رو خوندید. حالا من تو کلاس 8 که قراره اینو بخونید، ما فقط یه مفهومی به عنوان تجزیه با روش فاکتورگیری رو باهاش آشنا میشیم که تو کلاس 9 روش‌های تجزیه، چون یه مفهوم به عنوان اتحاد رو میخونیم، اونجا کامل همه چی حل میشه. از تجزیه من فقط دارم فاکتورگیری رو اینجا میگم. خب حالا قبل از اینکه من وارد مفهوم تجزیه به روش فاکتورگیری بشم، بیایید من به بچه‌ها وقتی میخوام اینو درس بدم تو کلاس‌های خصوصی میگم روش موشکی. یعنی چی؟ روش توزیع پذیری ضرب نسبت به جمع هستش. ببینید من 3 تا مثال می‌نویسم. مثلا 3 پرانتز باز x به اضافه y z. درست شد؟ و جمله و یک مثال بعدی z x به اضافه y. خیلی ساده. میخوایم این کار رو انجام بدیم. اول از همه توی ریاضی وقتی که بین یک عدد یا یک عبارت و پرانتز علامتی نمیبینیم، علامت ضربه، یعنی عملی که داریم انجام میدیم عمل ضرب هستش. همونطور که تو عبارتهای جبری من مثلا وقتی میگفتم 3x یعنی بینشون علامت چی بود؟ ضرب بود. الان اینجا هم همینه. 3 ضرب در پرانتز باز x به اضافه yz که این دوتا هم میدونیم بینشون علامت ضربه دیگه. درسته؟ روش موشکی به من چی میگه؟ روش موشکی به من میگه که این 3ی که بیرونه یه موشکه و این داخل در واقع زمینهای حالا یه جاییه. این میخواد موشکه میشینه تو زمین خاک اول، موشک میشینه تو خاک دوم. درسته؟ همین که میشینه تو هر خاک اونها رو تغییر شکل میده. خب 3 ضرب در x پس میشه 3 تا x، یعنی x رو 3 برابر میکنه. چرا؟ چون ضرب بوده دیگه. 3 ضرب در x میشه 3x یا همون 3 ضرب در x. موشک میشینه تو زمین دوم. رسیدم به زمین دوم، قبلش چی دارم؟ یه به اضافه دارم، پس اون به اضافه هر رو میذارم. چرا میتونم بذارم؟ چون 3 منم علامتش مثبت دیگه. درسته؟ اگر نبود تغییر میکرد. پس رسیدم به زمین دوم، پشتش چیه؟ مثبت 1 در واقع. ما هر وقت که عددی نمیبینیم پشت عبارت‌های جبری، نکته اینه پشت عبارت‌های جبری اگر در یک عبارت جبری ضریب عددی نداشتیم، مثل این، مثلا مثل همینجا، اینجا 1 yz هستش. چون یکه دیگه من 1 رو نمی نویسم. پس در عبارت‌های جبری لطفاً اینو اگر دارید گوش میدید به عنوان نکته داشته باشین، یه گوشه بنویسین. وقتی در یک عبارت جبری ضریبی نمیبینم، در یک جمله جبری ضریبی نمیبینم، ضریب 1. خب در این جمله جبری من ضریبی نمیبینم، پس ضریبش 1، مثبت 1 هم هستش. و عددی که داره اون موشکی که میاد میشینه تو زمین مثبت 3، پس مثبت در مثبت میشه مثبت 3 یکی هم که میشه 3 تا و وایز به همون شکل میاد میشینه جلوش. چون هم خانواده نیستن، مال یه خانواده نیستن، متغیرها اینجا x اینجا yz، پس من نمیتونم اینا رو با هم جمع کنم و ساده تر از این بنویسم. این از این قسمت. پس قسمت اول رو انجام دادیم. بریم تو قسمت دوم. قبل از اینکه من شروع کنم اول اصلا بریم برای اینکه این دفعه وسطش دوباره من پرگویی نکنم در مورد ضریب عددیشون. اینجا ضریب عددی z 1 هستش، ضریب عددی x 1 هست، همشون مثبته دیگه. ما میدونیم تو عددهای صحیح هر وقت که علامت در مورد علامت صحبت نکنیم مثبته. پس من دیگه پروفشنال در نظرتون میگیرم و دیگه نمیگم مثبت 1. پس ضریب z 1، ضریب x 1، ضریب y هم همون 1. درسته؟ خب و الان و عملیاتی که بین z و پرانتز هست عملیات ضرب، عملیات موشک 1، عملیات موشک 2. درسته؟ خب بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. اول عددها 1 ضرب در 1. درسته؟ پس میشه 1 چون مثبت همون 1 دیگه. z ضرب در x، خب همونجوری باید نوشته بشه، پس نوشته میشه z ضرب در x که همون zx میشه. درسته؟ z ضرب در x که میشه همون zx.
به اضافه اول اصلا بذارید من به اضافه رو نذارم. 1 مثبت 1 ضرب در مثبت 1 دوباره میشه مثبت 1 دیگه، پس همون به اضافه 1 z ضرب در y میشه z y. پس چیزی که از اینجا میمونه اگر حالا بیام پروفشنال بنویسمش میشه zx به اضافه z y. تنها چیزی که دیگه ساده تر از این هم نمیشه. چرا؟ چون هم خانواده نیستن. این zx این یکی zy، دو تا خانواده مختلف هستن. خب به این خاصیت میگن توزیع پذیری ضرب نسبت به جمع. چرا؟ چون ضرب بوده که اومده اینجا پخش شده توی یک عبارتی که وسط جمع بوده. به این میگن توزیع پذیری ضرب نسبت به جمع. خب حالا بریم تو قسمت بعدی که الان میخوام یه کاری رو انجام بدم که همون عملیات فاکتورگیری یا تجزیه هستش، برخلاف عملی که الان انجام دادم. الان من چیکار کرده بودم؟ اون عمل موشک رو انجام دادم و پخش کردم. در واقع یک چیزی که ضرب بود، ببینید اینجا همون مثال دوباره داشته باشیم x به اضافه yz، درسته؟ من اینجا اومدم پخشش کردم، مگه این کار نکردم؟ 3x به اضافه 3yz. حالا تو قسمت تجزیه و فاکتورگیری عملی که میخوام انجام بدم برعکسه. یعنی چی؟ یعنی که این بار میخوام یه چیز پخش و پلا رو بدم که به این شکل بنویسم، یعنی از این سمت، از سمت راست میام به چپ. تا الان از چپ میرفتم به راست، یعنی یه چیز شسته رفته به من میدادن، میگفتن پخشش کن و پخش شده شو به ما بده و من پخش شده رو میدم. حالا میخوان به ما یه چیز پخش شده رو بدن و از ما میخوان که اون رو شسته رفته کنیم، اینجوری تر و تمیزش کنیم، بیایم بنویسیمش. خب بیایم این رو نگاه کنیم. 2xz منهای 6x به اضافه 8z. خب بیایم اینجا وقتی که به ما میخوام، حالا ما یه چیز پخش و پلا رو داریم میبینیم، 2xz منهای 6x به اضافه 8z. بیایید بچه دقت بکنید. اول از همه از خانواده هاشون شروع کنیم، ببینیم خانواده ها آیا شبیه هم دیگه هستن یا نه. اینجا xz، اینجا x و آخریه فقط z هستش، درسته؟ یعنی که اینا توی خانواده از نظر خانوادگی، از نظر متغیر با هم اشتراکی ندارن. هر چند که شاید یکی از حروف یا یکی از متغیرها شبیه باشه، اما از نظر خانوادگی من نمیتونم اینها رو توی یک دسته یا یک خانواده قرار بدم. پس از نظر حروف ربطی به هم ندارن. میرم تو قسمت ضریب عددی نگاه میکنم. آیا 2 منفی 6 و 8 مقسوم علیه مشترک دارند؟ بمیم دارند؟ این مهمه دیگه. آیا 2 منفی 6 و 8 مقسوم علیه مشترک دارن؟ یعنی عددی وجود داره که هم 2 بر اون بخش پذیر باشه، هم 6 بر اون بخش پذیر باشه و هم 8. میگم آره همشون مضرب 2 هن، پس همشون بر 2 بخش پذیرن. خب من میتونم اونو از دل ماجرا بکشم بیارم بیرون. منظور چیه؟ بیایید ببینید. این میشه 2 ضرب در 1، درسته؟ 2 میشه 2 ضرب در 1. 6 هستش 2 ضرب در 3. 8 هم هستش 2 ضرب در 4، درسته؟ همشون یه 2 تو دلشون دارن. من میتونم چیکار کنم؟ اون 2 رو بکشم بیارم بیرون. یعنی مهم الان برای ما اینه 2 رو بکشم. فاکتورگیری یعنی همین. فاکتور گرفتم، اونو نادید. وقتی میگم یه چیزی رو فاکتور گرفتم یعنی دارم میکشمش میارمش بیرون دیگه. فاکتور گرفتم یعنی همه رو توی یک. دیدیم وقتی میخوام فاکتور بنویسن همه چی رو روی تو فاکتور همه رو مینویسن که مثلا ما بدونیم چی خریدیم، چیکار کردیم، چند تومن، کیلویی چند. الان هم همینه. وقتی من دارم فاکتور میگیرم یعنی چی؟ یعنی اون عددی که تو همشون هست رو اومدم تو فاکتورم دارم مینویسم. یه فاکتوری گرفتم دارم توش مینویسم که این توش مشترکه. پس تو فاکتور من عدد 2 مشترکه و خارجش کردم.
پس الان ضرب رو میذارم، پرانتز رو باز میکنم، از اولیه میمونه فقط یک x زدم که سر جاش با، پس یک x زد. تو دومیه دو رو کشیدم بیرون، پس این منفیه که سر جاش میمونه، چون منفی دو که نکشیدم، دو رو کشیدم، پس منفی سه میمونه، x هم میمونه. تو آخریه باز دو رو کشیدم بیرون، پس چی میمونه؟ 4 میمونه به اضافه 4 و اینم زد. چیزی که مونده میبینید x زد منهای 3x به اضافه 4 زد. به این حالت الان در واقع اگه من بخوام پروفشنال بنویسم، بیایم اینو پروفشنالش کنیم، یعنی اون چیزی که همه جا دوست دارند معلمان ریاضی ببینن، اینه چیزی که تمیز شده 2 x زد منهای 3x به اضافه 4 زد. درست شد؟ این میشه آن چیزی که ما انتظار داریم در انتها ببینیم. خب حالا اگه بخوام موشکی وارد بشم دقیقا همون اتفاق میفته دیگه، مگه نمیفته؟ 2 ضرب در x میشه 2x زد، 2 ضرب در منفی 3 میشه 2 3 تا 6 تا منفی 6x و 2 ضرب در 4 میشه مثبت 8 زد. به این روشی که من اینجا استفاده کردم میگن تجزیه کردن به روش فاکتورگیری. یک مثال دیگه حل میکنم که این بخش رو بتونم باهاش به پایان ببرم. یکم مسئله رو شاید یکم کوچولو پیچیده ترش کنیم. خب 8 تا x زد به اضافه 16 تا زد وای منهای 24 تا x 24 تا زد کی. خب یه ذره اینجا اومدم، حالا نه خیلی ولی یه ذره تغییرات ایجاد کردم. خب گفتیم باید نگاه کنیم ببینیم که چه چیزهایی اون وسط ها تو دل ماجرا مشترکه. اول از همه بریم متغیرها رو نگاه کنیم. تو متغیرها چیزی که من دارم میبینم اینجا x z هست، اینجا z y، اینجا z k. آنچه که بین متغیرها مشترک به نظر میرسه z هستش، پس همشون یه z دارن، با اون یکی حرفش کاری ندارم. میریم تو عددها نگاه کنیم. گفتیم در مورد عددها سوالی که من باید از خودم بپرسم چی هستش؟ این که آیا عددی وجود دارد که همه این ضرایب بر اون بخش پذیر باشن، یعنی یه مقسوم علیه مشترکی بین این ضریب ها وجود داره؟ آیا عددی وجود داره که همه اینها بشه بر اون تقسیم بشن؟ آره، 8 16 24 هر ستاشون بر 4، هر ستاشون بر 8 بخش پذیرند. هر ستاشون ببینید 16 میشه دو در واقع بخوام بنویسم اینجوریه، 16 میشه 2 8 16 2 8 8 که خودش 1 8 1 ضرب در 8 2 ضرب در 8 3 ضرب در 8. درست شد؟ یعنی همشون تو دل خودشون یک 8 دارن. پس اون چی که بین اینها مشترک هستش، مقسوم علیه‌ای که بینشون مشترکه 8. خب پس من چیکار میتونم بکنم؟ الان توی خانواده‌شون زد هست، پس میتونم از زد فاکتور، اگه قرار باشه یه فاکتور بنویسم که همه چی رو توش لیست بکنم، زد به عنوان متغیر و 8 به عنوان عدد قابلیت فاکتور نوشتن، تو فاکتور وارد شدن رو دارن دیگه. و چون تو ریاضی ما اگر قرار باشه عدد و متغیرها رو بنویسیم، عدد همیشه سمت چپ و متغیر سمت راست قرار میگیره، پس از همشون اون 8 رو میکشم بیرون. بچه من اینو میخوام پایین بنویسم که دیگه دوباره نویسی نکنم. پس 8 رو میکشم بیرون، درسته؟ و اون حروفی که داریم زد هستش و چون عملیات ضربیه بین همشون، ببینید ضربه دیگه، چون عملیات بین همشون ضربه، آنچه که دارم میکشم بیرون با ضرب دارم میکشم بیرون. پرانتز رو باز میکنم،
آنچه که از اینجا میمونه زدش که رفت، ایکسش مونده و 1. خب میدونیم 1 رو میتونم بنویسم، میتونم ننویسم که من دیگه نمینویسم، پس اولیه ایکس میمونه. میریم تو دومیه، 8 رو برداشتم، زدش رو هم فاکتور گرفتم، پس چیزی که میمونه 2 هستش چون پشتش مثبته، همون مثبت 2 و وای دیگه، 2 وای، چون وای هم سر جاش بوده. میریم تو سومیه، تو سومیه 8ش که فاکتور گرفته شده، زدش هم فاکتور گرفته شده، اما منفی 3 میمونه. چرا؟ چون پشتش منها داشتیم و من 8 مثبت رو کشیدم بیرون، پس منفی 3 که آنچه که میمونه این هستش و من یک عبارت شلوغ پلوغ رو با کمک روش تجزیه و تجزیه به روش فاکتورگیری تونستم به یک عبارت ساده تبدیلش کنم. مرسی از شما که تا آخر این ویدیو رو نگاه کردین. میدونم که ممکنه یه سری نکات هنوز مونده باشه، اما هدف من امروز از این ویدیو فقط تدریس بخش تجزیه به روش فاکتورگیری بود. توی ویدیوهای بعدی حتما تجزیه با کمک اتحادها رو میگم، اگر در حالتی که اتحاد رو تدریس بکنم، اما الان سعی کردم تو این ویدیو عبارتهای جبری رو ساده بهتون توضیح بدم. میدونم بخش معادله مونده، انشالله تو ویدیوهای بعدی من همه اون چیزایی که باید رو پوشش میدم. اگر نکته کامنتی چیزی بود حتما برای من کامنت کنید. ویدیو رو دوست داشتین برای دوستاتون بفرستین، چون تو یوتیوب میبینید لطفا لایک کنید و ویدیوها رو دانلود هم نکنید، همینجا ببینید و اون رو لایک بکنید. مرسی از حمایت شما. روز خوش، خدا نگهدار.